با عرض سلام و خسته نباشید به همه عزیزان. بنده علی انواری هستم، متخصص کابینت و کمد دیواری. امروز اومدیم باهاتون آموزش کابینت زمینی کشودار رو با هم تمرین کنیم. حالا جلسه قبلی بهتون گفته بودم کابینت زمینی رو بهتون گفتم ابعادش چند و چجوری ساخته میشه. حالا همون زمینی صد رو اگه ما در نظر داشته باشیم، گفته بودم یک کفی میخواد، دو تا بغل میخواد، دو تا غیر، همون شده رفت. پس زمینی اگر کشودارمون هم همون صد اگه بخوایم امروز تمرین کنیم، حالا ابعادهای کشو فرق میکنن. کشو 50 شروع میشه، 60 70 80 90 100. حالا هر ابعادی که شما دلتون میخواد بزنین در بیاریم، فرقی نمیکنه اندازش. کابینت زمینی اگر 100 داشته باشیم، حالا بخوام اینو کشودار بکنیم، یک کفی میخواد. نوشتم 100 در 53 یک دونه. درست عزیزان؟ تا اینجا متوجه شدیم؟ دو تا بغل می‌خواستیم 74 میل در 55 دو تا، این واسه دو تا بغل. دو تا غیر می‌خواستیم 6 در 96 و 8 میل. دو تا می‌خوایم. حالا این شد یونیت کابینت. حالا می‌خوام کشودارش بکنیم. کشودار چجوری باید استفاده بشه؟ اگر ما یه سد زمینی داشته باشیم، باید اینو منوی 9 یک میکنیم. یعنی هر کشو رو اول شما میخواین شروع کنید تو ذهن داشته باش 50 منو 9 یک میل، 60 منو 9 یک میل، 70 منو 9 یک میل. حالا ما صد اومدیم اجرا کنیم، بعد این 9 یک میل بغلای کشو باید بده 50. 9 یک میل با 50 رو تو ذهنتون داشته باشین، 9 یک میل هم تو ذهنتون داشته باشین. یعنی یک کشو رو بخوای اجرا کنی باید منو 9 یک میل بکنی. بغلاشون قدش 50 سانت. اگر عمق کابینت اون 55 باشه، چرا 50 میسازیم؟ به خاطر عمقش، به خاطر اینکه عمق کابینت زمینی 55 سانته. هر کشو رو با 5 سانت کمتر بگیریم یا کوچیک‌تر بگیریم. حالا 100 منو 9 یک میشه 99 میل در 15 دو تا. گفتم 3 تا کشو داره دیگه. عمق کشو از 15 میتونیم بگیریم تا 12. والا شما دوستان البته 20 سم میتونیم بگیم، ولی 20 خیلی بزرگ واسه ابعاد بزرگتر، اونه که طولش بزرگتره. برای کابینت زمینی که ما معمولا میزنیم، عمق کشو اگر 3 کشو بکنیم بیشتر 15 بچه‌ها نسازیم، رو در زدن گیر میافتیم. رو وقتی میخوان رو ریل تقسیم کنیم گیر میافتیم. منو 9 یک میل بکنیم میشه 99 میل در 15. بچه‌ها بنویسن دو تا. گفتم بغل کشو باید اندازه میشه 50. عمقش هم که گفتم 50 سانته، قد زمینی کشو که گفتم 15 سانته. پس چی؟ هر کشویی به 4 قسمت تقسیم میشه. دو تا بغل، یک، دو تا جلو و پشت، 3، اینم 4. به 4 قسمت کشو تقسیم میشه. 9 یک میل کجا 9 میل کجا میخوره؟ 9 میل جلوی کاره. یعنی اگر کشو شما 100 باشه باید منو 9 میل بکنی، منو 1 میل بکنی، 9 میل اینجا میشه 9 میل، 99 میل. درسته؟ اینجا میشه 50 بغل 9 میل بالا و عقب کاره. یونیت مونه. این شد اندازه کشو، چیز خاصی نداره. تا الان بهتون گفتم کابینت زمینی که همون کابینته، فقط گفتم هر کاری که داری رو منو 1 میل میکنیم. هر ابعادی از کشو داشته باشی منو 1 میل. دوستان یادتون نره. بعد عمق کابینت هم باید هر چیزی که عمق کابینت زمینی هست عمق کشو منو 5 بکنی. یعنی 55 منو 5 بکنی میشه 50. اگر 3 کشو بخوای بکنی قد کشو باید بشه 15 سانت. حالا اگر 2 کشو هم بخواد بکنی دیگه، من جلسه بعدی یا حضوری وقتی دارم کشو رو جمع میکنم میگم، وقتی 2 کشو دارم میزنم بهتون میگم کاری نداره. شما اگر 2 کشو هم بخواد بزنی یه 15 رو کم میکنی، 3 تا کشو داشتین دیگه. 3 تا 15 سانت میشه چقدر؟ 30 تا 45 سانت. 45 رو تقسیم بر 2 میکنی، اندازه کشو در میاد. عرضم موضوع شما این از کشو. حالا میخوام درشو بزنیم. گفتم 3 تا در داریم. زمینی گفته بودم وقتی درشو میخوای بزنی قد در رو باید چیکار کنیم؟ باید نیم سانت کم میکردیم از بغل رو که گفته بودم. حالا ما با اینجا با قد کار داریم، بغل و کار نداریم. قد به کارمون گفتم اگر 72 باشه باید نیم سانت کم میشد 71 کنیم. حالا درسته؟ 71 کنیم و اگر ما تقسیم بر 3 بکنیم میشه 23 و 8 میل. یعنی بعد چی شد؟
71 کنیم و اگر تقسیم بر 3 بکنیم میشه 23 و 8 میل. من اینجا نوشتم دوستان 23 و 8 میل. حالا یک کار دیگه هم میتونید بکنید. شما میتونید جمعاً قد کشو رو منو 1 کنیم بکنید، تقسیم بر 3 کن. مدار شد دوستان اصلا بی دردسر قد زمینی رو منوی 72 رو منوی 1 کنیم بکنیم میشه 70 نیم. این 70 نیم رو تقسیم بر 3 کن. هر عبادی که در اومد اندازه درته. تموم شد. حالا ما به اون طریق گفته بودم بخواستم به یه طریق دیگه بگم. اگر 72 رو منوی نیم سان بکنیم میشه هر در 23 و 8 نیم. باز باید یه در اول کم شد دیگه، درسته؟ نیم سان باز کم بریم. برای دوم و سوم باید نیم سان کم کنیم، درسته؟ میشه چقدر؟ 23 و 8 میل. 23 و 8 میل رو باید منهای نیم سان بکنیم. منهای نیم سان بکنیم. نیم سان میشه چقدر؟ 23 و 3 میل. مدارش این دوستان این یه روشه. حالا یه روش دیگه گفتم راحت ترین روش، هرچی که قد کارمونه رو منو 1 کنیم بکن، تقسیم بر 3 کن، اندازه در میاد. 72 رو منو 1 کنیم بکن، 72 منو 1 کنیم اندازه در میاد. قد کارتون اگر 100 باشه منو نیم سان بکن، تموم شد. این شد اندازه کابین زمینی که شده رایزم. حالا جلوتر رفتیم من حضوری بهتون یاد میدم که چجوری درا رو به دست بیاریم. در آوردن بچه کاری نداره. شما گفتم یک بار دیگه توضیح میدم، یه ریز بهتون بزنم. گفتم هر چی قد کارته منو 1 کنیم بکن، تقسیم بر 3. منو 1 کنیم تقسیم بر 3. اندازه کشورم گفتم منوی هر ابعادی که کشور داریم منو 1 میل بکن. هر ابعادی می‌نویسم هر ابعادی داریم منهای 9 1 میل کم شود. هر ابعادی داریم عزیزان منهای 9 1 میل بکنیم، اندازه کشور در میاد. تموم شد دارم. امیدوارم از امروز آموزش چیزایی که مطالبی بهتون گفته بودم نوشته باشین که هرچی جلوتر میریم براتون راحت‌تر باشه. روز و روزا خوش. خدا نگهدار عزیزان. دوستتون دارم.